السلام علیکم. اکوی غفور التماس گپی گنده نگویی؟ نه حالا من یگان گپی گنده نگفتم. قسم خورده بودم که چاروای کسی از باغ من صحت و سلامت نمیبراید. قسم رو شکستم از برای تو. از برای من؟ آره از برای تو. خون به سرم زد. چاروا را دست و پا بستم و خواستم که سر از تن جدا کنم. و یادم نمد. یعنی تو رسید. چاروا را سر دادم. تشکر اکوی غفور. اکا نگو. سلام اکا نگو. چی گویم؟ سلام. اگر راضی باشی بزرگ گوسفندانت تا باغ من در آمدن گیرن. برای چی؟ خودت ناز میدونی. من هیچ چیزی رو نمیدونم. ماشین میخرم. و چی؟ سابق شوهرت بیندو از رشک و حسد مراد. نه بابای غفور. بابا نگو. سنم و حالا من جوانم. او با عمر شما ارچه نمونده است. سنم مسخره نکن. قهرم را نخزم. خارت کل بینی تگر. سنم تو مرا نمیدونی. نه تو مرا نمیدونی. اگر همین صغیره نعمت جیانت مالبونت باشد یک روز نه یک روز باز بزرگ گوسفندانت به باغ من میدرآیند. انا آن وقت ببینی که لینگی گوسفندت در شاخ گلاس آویزان. نه ترسان بابای غفور. ای بابا نگوی. از 9-18 ساله شوی که نظرم تو رو نمیگیرد. حالا همین خیر. انا میخواد. ما گیر صورته. صدقه دور بینشا گوشه از نظرم.